فرض کنید یک پروژه کاری یا پژوهشی تو دستتونه. این پروژه میتونه هر چیزی باشه: تحلیل داده، مدل محاسباتی، تز دکتراتون، ارشدتون، کلی مستندات متنی، ریزالت هایی که میخواید ارائه بدید، وبسایتتون، یا هر چیزی که با زمان تغییر میکنه و میتونه این تغییرات مثبت یا منفی باشه. چون ما معمولا وقتی یه تغییراتی رو روی یک پروژه انجام میدیم ممکنه که تغییرات مثبتی باشه یا حتی یه سری اشتباهات و ارورها هم به سیستممون اضافه کنیم و به پژوهشمون اضافه کنیم. یا شما ممکنه این پروژه گروهی رو داشته باشید که باعث میشه هر کسی یک بخش خاصی از اون پروژه رو در حال انجام باشه و لزوما هیچ روند مثبت یا منفی اون پروژه ها و اون کدها و نسخه های مختلف نسبت به همدیگه نداشته باشن و همشون موازی با همدیگه در حال پیشرفتنن و عملا در آخر باید با هم مرج بشن و ترکیب بشن و با همدیگه یک پروژه کامل و واحدی رو ایجاد کنن. و شما ممکن اصلا ندونید دوستانتون چرا، چطوری و اصلا کجا رو تغییر دادن. خیلی بخوایم هوشمندانه عمل کنیم از هر پروژه چندین نسخه مختلف رو ما ذخیره می‌کنیم با اسمهای مختلف: نسخه جدید، نسخه نهایی، نسخه اصلاح شده انوم، نسخه پیشرفته فلانوم و کلی اسمهای دیگه که معمولا اون موقع خلاقیتمون خیلی میزنه بالا و ذخیره‌شون میکنیم. بیاید قبول کنید که همه اینا تو شرایط نرمال اتفاق میفته و ممکنه یه زمانهایی هم باشه شرایط جنگی باشه، مدت‌ها باشه ما اینترنتمون قطع باشه و وقتی برمیگردیم به پروژه هامون اصلا یادمون نمیاد که آخرین نسخه‌ای که تو دستمونه چرا ایجاد شده، کدوم فیچرشه که اضافه شده، کدوم اروره که برطرف شده و کجاهاش همچنان نیاز داره که تغییر کنه و اصلا این نسخه ایجاد شده چیه، چیه فلان بخش به کدمون وجود داره. اصلا یادمون نیاد که چرا اون خط کدو نوشتیم. الگوریتم این شکلیه. گیت برای حل همین مسائل به وجود اومده. گیت عملا یک ماشین زمان بر ما میسازه که ما دقیقاً بدونیم که در طول زمان چه تغییراتی روی سیستممون، اون پروژمون ایجاد کردیم و چه اینها رو ایجاد کردیم، کی این کارو کرده و چه زمانی. همچنین گیت به ما این اجازه رو میده که ما دنیاهای موازی از همدیگه با همکارانمون داشته باشیم که بتونیم فیچرهای مختلف یا بخشهای مختلف کد رو همزمان با همدیگه ادیت کنیم بدون اینکه با همدیگه کانفلیکتی داشته باشه و مشکلی برای همدیگه ایجاد کنیم. گیت یک سیستم کنترل نسخه است که مدیریت تاریخچه پروژه ما رو به دست میگیره. خیلی به اشتباه فکر میکنن که گیت مثل یک دوربین فیلمبرداری میاد و به طور پیوسته تمام کارهایی که ما میکنیم رو ذخیره میکنه، در صورتی که این اصلا درست نیست. گیت مثل یک دوربین عکاسی عمل میکنه و وقتی که ما اون دکمه شاتر رو میزنیم تازه عکس برداری انجام میشه و عملا به طور گسسته این اتفاق میفته و به دست خودمون این اتفاق میفته. یعنی ما وقتی که پروژه به یک درجه رسید که لازمه این نسخه ذخیره بشه، یک سری کامنت ها و یک سری دستوراتی رو به گیت میدیم که این تغییرات رو ذخیره میکنه که قراره تو این ورکشاپ کاملا اینها رو آموزش ببینیم. و هر بار که این نسخه ها ذخیره میشه یک سری اطلاعات رو گیت همراه با اون نسخه نهایی ذخیره میکنه. اطلاعاتی مثل اینکه مثلا اینکه پروژه چه تغییری کرده، این تغییر چه زمانی رخ داده، به دست چه کسی این تغییر اتفاق افتاده و یک توضیح مربوط به این تغییر رو از کاربر میگیره و ذخیره میکنه. عملا زمانی که به یک وضعیت مشخص و معنادار نسخه ما میرسه خودمون تصمیم میگیریم که اون وضعیت رو توی تاریخچه پروژه ها ثبتش کنیم. در این نقطه وضعیت پروژه برای و عملا به گیت رو میفهمونیم که این تغییرات، این نقطه، این وضعیت پروژه برای من مهمه و میخوام بتونم بعداً به اون مراجعه کنم و تو این رو ذخیره کن. یک اشتباه رایج دیگه بین افراد اینه که فکر میکنن گیت میاد فقط تغییرات پروژه های ما رو در نظر میگیره، یعنی فایل ما هر جا که تغییر کرده اون رو ذخیره میکنه، در صورتی که گیت این کار نمیکنه. گیت کلا یک اسنپ شات کامل از وضعیت پروژه های اون لحظه ما ذخیره میکنه، یعنی هر نسخه ما هر شکلی که هست اون رو کامل ذخیره میکنه و اون رو نگه میداره. به خاطر همینه که عملا اشتباه نمیکنه و تمام تغییرات و فایل های
های ما رو به یک هش فانکشن میده که اونها رو ذخیره میکنه و توی بایگانیش نگه میداره. خیلی خیلی مراقب پروژه های ماست و کاملا اصطلاح خودش کامیت میکنه، متعهد میشه که این پروژه های ما رو کاملا با همون وضعیتی که دارن، با تمام اطلاعاتی که ما بهش دادیم ذخیره کنه و ثبتشون کنه توی تاریخ. یه اشتباه رایج دیگه بین افراد اینه که مردم تصور میکنن که گیت فقط برای کدنویساست، در صورتی که گیت برای هر فایل متنی و حتی غیر متنی که نسخه های مختلفش در طول زمان ایجاد میشه میتونه کاربردی باشه و تمام اینها رو میتونه ذخیره کنه. هرچند یه سری محدودیت ها داره که ما توی دوره کاملا بهش میپردازیم و میتونیم اونها رو حتی حذفش کنیم و تغییرش بدیم و از اونها بگذریم. اما به طور کلی برای برنامه‌نویسا خیلی میتونه مفیدتر باشه، چون که کاملا میتونه تغییرات جزء به جزء فایل ها رو در نظر بگیره. اما باز هم میگم هر جا پروژه‌ای دارید که در طول زمان تغییر میکنه و تاریخچه تغییرات اون اهمیت داره، گیت کاملا مفیده. خب پس گیت هاب چیه؟ یکی از رایج ترین اشتباه ها اینه که گیت و گیت هاب رو یه چیز بدونیم. گیت هاب خود گیت نیست. گیت هاب یک پلتفرم آنلاینه مثل اینستا، تلگرام و کلی پلتفرم های دیگه که ما هر روز داریم روش استفاده میکنیم، با این تفاوت که توی گیت هاب میتونیم پروژه های مدیریت شده با گیت رو روی اون قرار بدیم. وقتی پروژه‌مون روی سیستممونه و به گیت دادیم که اون رو نسخه هاش رو مدیریت کنه، فقط خودمون بهش دسترسی داریم. ولی توی گیت هاب همه آدم ها و یک تیمی میتونه به اون دسترسی داشته باشه و تغییرات رو همزمان با همدیگه پیش ببرن. یا حتی ممکنه یک پروژه انقدر بزرگ باشه که افراد مختلف دنیا بتونن روش کار کنن. یا احتمالا این اصطلاح رو شنیدید که فلان چیز یا فلان پلتفرم یا فلان وبسایت یا خیلی بخش‌های دیگه اوپن سورس شده، یعنی منابعش کاملا بازه. شما در این همچین شرایطی میتونید کاملا با اون افرادی که اون کد رو دارن و توی گیت هابشون قرار دادن میتونید همکاری داشته باشید و تغییراتی رو روی اون پروژه جهانی اعمال کنید و درخواست کنید که تغییراتتون اعمال بشه، یا گفتگو کنید درباره یک پروژه. مدیریت کار گروهی رو عملا گیت هاب فراهم میکنه. پس گیت مسئول مدیریت تاریخچه پروژه است و گیت هاب محیطی آنلاین برای نگهداری و همکاری روی پروژه هایی که از گیت استفاده میشه. عملا گیت هاب بدون گیت به درد نمیخوره، مثل دراپ باکس میمونه، مثل گوگل درایو میمونه. این گیته که به گیت هاب شخصیت میده و اون رو خیلی مهم میکنه، چون که شما میتونید پروژه هاتون رو، تاریخچه‌ش رو با بقیه شیر کنید و با همدیگه کامیونیتی تشکیل بدید برای یک پروژه. خب پس گیت و گیت هاب دقیقا چه فرقی با هم میکنن؟ که گیت کاملا لوکاله و روی سیستم شماست، در صورتی که گیت هاب یک پلتفرم آنلاینه که برای دسترسی به کد هاتون معمولا نیاز به اینترنت دارید. در صورتی که گیت عملا این امکان رو به شما میده که با کمک گیت هاب بتونید تاریخچه پروژهتون رو با بقیه به اشتراک بذارید و از اونها کمک بخواید برای بهتر شدن پروژهتون یا تقسیم کردن کارتون و اجرای اون. گیت هاب تنها سرویس موجود برای این کار نیست. ما کلی سرویس های مختلف دیگه ای داریم که با استفاده از گیت میتونن این اشتراک گذاری رو انجام بدن، مثل گیت لب، مثل بیت باکت و خیلی پلتفرم های دیگه ای. اما گیت هاب عملا یکی از شناخته شده ترین و پرکاربرد ترین اونهاست که ما توی این ورکشاپ به گیت هاب میپردازیم. خب تا اینجا فقط 3 تا چیز رو به خاطر داشته باشید. اول اینکه گیت تغییرات شما رو به طور پیوسته و خودکار ذخیره نمیکنه. شما تصمیم میگیرید که کدوم تغییرات و در چه زمانی ذخیره بشه و ثبت بشه. دوم اینکه این گیت فقط برای برنامه‌نویسی نیست و کلی پروژه‌های علمی و پژوهشی و حتی فایل های لتک پایان‌نامه هاتون رو میتونید به گیت بسپارید. و سوم اینکه گیت و گیت هاب یک چیز نیستن و گیت تاریخچه پروژه رو مدیریت میکنه و گیت هاب محیطی برای نگهداری آنلاین و همکاری روی اون پروژه است. اگه این سه تفاوت براتون کامل روشن شده، حتما ویدیوهای بعدی رو ببینید که میخوایم عملا بریم سراغ نصب گیت روی سیستممون.